سلام. شاید دغدغه خیلیاتون این باشه که یک کتونی خوب چه ویژگی‌ای داشته باشه. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. دوستان هر کسی یک کتونی خوب بخواد بگیره به این نکات باید توجه. خیلی خوب و راحت میخواید بعد از متریال خیلی خوبی برخوردار باشه مثل این کار که زیرش رانینگه و رویش هم توره. دوستان کتونی که میخواید بگیرید باید یه قوس مناسبی ناحیه کف پا داشته باشه پذیر باشه مثل این کار و اینکه قابلیت ارتجاعی هم داشته باشه که کاری که میگیرید نباید واسهتون کوچیک باشه. اگه دیدید یکی میگه کفیشو در میارم، نه اصلا اون کارو نکنید. یه خورده جلوی پا باید آزاد باشه که وقتی راه میرید پاتون راحت باشه. آخر کتونی که میگیرید باید لژ مناسبی داشته باشه که فشاری که از زمین به پا رو وارد میکنه کتونی که میگیرید درسته باید استحکام داشته باشه ولی نباید سنگین باشه. فقط یادتون باشه بند کتونی رو پشت مچ پاتون نبندید. نکته بعدی رو توی کامنت ها برامون بنویسید.